سرزمینی که امروز پاکستان محل تمدن‌های باستانی، امپراتوری‌های خارجی و کشورهای مدرن بوده و در طول قرن‌ها تمدن دره سند حدود سال 300 قبل از میلاد با شهرهای بزرگ پیشرفته‌ای مثل موهنجو دارو و هراپه ظاهر شد. هزاران سال این منطقه نقطه تلاقی فرهنگ‌ها و امپراتوری‌ها بودند. ارتش‌های ایران، یونان، مغول‌ها و افغانستان این دشت‌ها رو در نوردیدند. در سال 712 میلادی امپراتوری اموی اسلام رو به این منطقه آورد. سلسله‌های مسلمان مثل غزنویان و سلاطین دهلی هم تا قرن 16 به قدرت رسیدند. این منطقه قلب امپراتوری مغول بود. مغول‌ها سازنده آثار بزرگی مثل تاج محل و قلعه لاهور که ترکیبی از تأثیرات اسلامی، ایرانی و هندی بود. با افول قدرت مغول، کمپانی هند شرقی بریتانیا حضور خودش رو در سال 1700 گسترش داد تا اواسط قرن 19. بریتانیا کنترل کل شبه قاره رو در دست گرفت به عنوان جواهر تاج امپراتوری بریتانیا. این منطقه منابع لازم رو فراهم کرد برای صنعت انگلیس در اوایل قرن 20. فریاد استقلال هند بلندتر شد. بریتانیا کنگره ملی هند رو که بیشتر هندو بود ترجیح داد و اونا شروع به مطالبه خودمختاری کردند. مسلمان‌ها برای پیوستن به هندوها تردید داشتند چون می‌ترسیدن تحت حکومت هندوها به اقلیت تبدیل بشن. در سال 1940 در لاهور لیگ مسلم به رهبری محمد علی جناح خواهان یک سرزمین مجزای مسلمان شد. وقتی بریتانیا در سال 1947 عقب نشینی کرد، هند بریتانیا را با عجله به هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان تقسیم کرد. میلیون ها نفر در این تقسیم بندی آشفت آواره شدند و هندوها و سیک ها به سمت غرب و مسلمان ها به سمت شرق فرار کردند. خشونت فوران کرد و بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند. پاکستان که وسط این خونریزی متولد شد به عنوان یک پناهگاه برای مسلمان‌ها در جنوب آسیا قرار گرفت، ولی با چالش‌های بزرگی مثل اسکان مجدد میلیون‌ها پناهنده، تأسیس حکومت و تنش با هند بر سر کشمیر مواجه شد. در سال 1971 پاکستان شرقی جدا شد و بنگلادش تشکیل شد بعد از یک جنگ ویرانگر با پاکستان غربی. پاکستان امروز به اصول اسلامی خودش متعهده، هرچند تاریخش بین دموکراسی نظامی و حکومت نظامی در نوسان بوده. با جمعیت در حال افزایش و اقتصاد در حال توسعه، پاکستان به دنبال ثبات در حالی که هویت ملی چند وجهی خودش رو پذیرفته.